چطور میتونیم شعله انگیزمون رو حین مطالعه روشن نگه داریم؟ 1. یادآوری هدف نهایی. با کار کردن روی کنکور عملی حتی هفته‌ای بین 2 الی 3 ساعت میتونی به خودت یادآوری بکنی که داری تو چه مسیری حرکت میکنی. 2. تنوع تو روش‌های مطالعه. استفاده کردن از تکنیک‌هایی مثل فلش کارت، آزمون‌های شبیه سازی شده یا حتی یادداشت برداری میتونن باعث بشن که تو مطالعه تنوع داشته باشید. 3. پاداش‌های کوچیک. بعد از هر جلسه مطالعه یه استراحت کوچیک یا یه تفریح به خودت بده تا احساس رضایت کافی بکنی. 4. کلاس‌های آنلاین. کلاس‌های آنلاین رو شرکت بکن که بازپخش هم دارن تا هر زمان که بخوای بتونی به اون مطالب دسترسی داشته باشی و اطمینان حاصل کنی که چیزی رو از دست نداری. 5. تجسم موفقیت تو کنکور. هر روز چند دقیقه وقت بذار تا تصویر موفقیتت رو توی کنکور مجسم کنی و حس کنی که چقدر به هدفت داری نزدیک‌تر میشی. با این نکات میتونی انگیزت رو برای مطالعه حفظ بکنی و به سمت هدفات پیش بری.